يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا محو میکند الله. محق چی را میگن؟ نقصانش، چیز کم بکنی. حالا از یک حالت به دیگه حالت کم کده میری ایرا محق میگه. یعنی میبرد الله متعال چی را؟ الربا، فایده سود محو میکند، خیرش محو میکند. اگر که ظاهرش زیاد میشه ولی خیر نداره سود، همین سودخورا را ببینید خیر نیست در مالش. و یربی الصدقات، و صدقات کس الله زیاد میکند. صدقات چیز؟ زکات کسی میته مالی زیاد میشه دیگه صدقات میته، در راه خیر، در راه ترقی دین مصرف میکند. مثلا در راه دعوت، مراکز دعوت، مدرسه، مسجد، اینی چیزا این را الله زیاد کرده میره یا به کس صدقه میته. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله دوست نداره هر کافر. کفار مبالغه، کسی که بسیار کافر است، یعنی قلبا و عملا اثیم، بسیار گناهگار است، هم به زبان هم به عمل. اینا کفار چی؟ که مسئله سود انکار میکنه. از این فهمیده میشه که سود انکار کردنش، حرمتش کار کافر است. با مؤمنین صفت میکنه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، و واقعا میتونه سود خور. همین کسایی که در بانک کابل بانک شریک بودن، همین کل فایدهشون هیچ. عزیز بانک هم مصیبت آمد، هیچ مصیبت نه، بحران کابل بانک آمد، بندی هم شدن، همیان هم در بندی خانه هستن، چیزش قرضدار شد، در بدر شد، مصیبت ها افتیده. الله سود ای تو مصیبت سرش میاره. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک کسایی ایمان آوردن و عملوا الصالحات و عمل کردن، الصالحات اعمال نیک شایسته را، اعمالی که مطابق قرآن است، و اقاموا الصلاة پابندی کردن به نماز، و آتوا الزکات دادن زکات را، لهم اجرهم عند ربهم، از برای کسایی که ایمان دارن عمل صالح نماز زکات میتن ثوابشان است، عند ربهم پیش به حضور ربشان، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیهم ترس نمی باشد برای در روز قیامت و نه غمگین میشن. آمنو در جایی که آمده ایمان شرعی تفصیل داره، همون 6 رکن ایمان است. اکثر جا الله اجمالی بیان میکنه ایمان، یعنی ایمان به الله، به ملائکه، کتاب آسمانی، انبیا، قضا و قدر، قیامت، کلش شامل. و تفصیلات ایمان به الله، عقیده، توحید، کلش شامل. و تفصیل از اون که ببینی بیخی یک ما درس هستن و بخش ایمان، اگر روزی 1.5 ساعت درس بدی. ان الذين آمنوا ام تفصیلا و عملوا الصالحات، و عمل میکنن صالح. عمل صالح گفتیم چند شرط داشت؟ 2 دانه، یک مطابق سنت وحی باشد، 2 اخلاص بعد از عقیده توحید. اگر عقیده توحید بگیریم با 3 میشه، و می خاطر یگام جا میگن 3 شرط داره. و اقام الصلاة پابندی میکنن به نماز. اقامه صلات چی را میگه؟ اقامه صلاتی که گفتم براتان، فرایض واجباتی را انجام بتن مطابق شروط نماز، مطابق نماز رسول الله صلی الله علیه و آتوا الزکات زکات مال خدا نمیتن مطابق اسلام. لهم اجرهم عند ربهم، از برای زینا ثوابشان کامل در جنت به حضور ربشان. ولا خوف علیهم نمیترسن اینا از وحشت روز قیامت، بسیار حالتهای سخت است. ولا هم یحزنون، و نه غمگین میشن. آنچه که در دنیا مان از او غمگین نیست، به شرط این ایمان. مرگ تامت هیچ غمگین نمیشه، خانه مانده همه چیز خوش است، الله اونجا هر چیز برات میده. اینا لیا کیستن؟ سود ترک کردن، به اسلام عمل کردن. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسایی که ایمان آوردن خبردار، ایمان شما را تقاضا میکنه اتقوا الله، از الله بترسین. از الله بترسین چی معنا؟ و ذروا ما بقی من الربا، یعنی حکم الله را عملی کنین، ترک کنین آنچه که باقی مانده از سود نگی فایده شه. ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارین. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر نکردین این کارا، چی معنا؟ اگر سود ترک نکردین، فأذنوا بدانین، یقین کنین، بحرب بجنگ، من الله جانب الله و رسولش، برایند میدان جنگ. و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر توبه کردین برای شما اصل مال است. اصل مال بگی فایده شنی. لا تظلمون، ظلم نکنین شما، ولا تظلمون، به بالای شما هم ظلم نشه، شما هم کم نکنین حق مردم و اونا هم کم نکنن. اینجا الله بر مومنین آخری آیت هاست. خب سود است که سود مشکل دار به سود
ای مؤمنین ایمان که داری به الله و قرآن، اینال ایمانت تو را چی میگه؟ واتقوا الله، از الله بترسین، یعنی متوجه الله باشین، در اعمالتان نافرمانی نکنین. و ذرو و ترک کنین و ترک ما بقیه آنچه که برای شما از سود عند الناس پیش مردم، این کنتم مؤمنین اگه ایمان دارین. اینجا براتون گفتم که یک قبیله سر دیگه قبیله پیسه داشت، خواست که سود بگیره، الله یا تنازل کرد. سود چی بود؟ مثلا 1 لک داده بود که یک ماه بعد به من 10,000 بده فایدهش، 1 لک ده بده، با زیاد کده میرفت. الله وقتی که سود آمد چی گفت؟ یک نفر مثلا در 1 سال 50,000 سود شده بود فاید سر و آدم، 1 لک پیسه خودش، 50,000 هم سودش. الله میگه که و ذرو ما بقیه من الربا، آنچه که باقی مانده از سود 50,000 مثلا یا 1 لک فایده، او را بان ترک نگی، او را به مادم بان. مرش پیسه داده بودی که بر سود، آل سود نگی، فقط چی را بگی؟ اگر این کنتم مؤمنین، اگر ایمان داره، اصل مالت بگی، سود اله بده، سود نگیری. فإن لم تفعلوا، اگر این کار نکردین، فإن لم تفعلوا چی معنا؟ یعنی اگر شما معامله بر ربا را ترک نکردین، فأذنوا، یقین بکنین، به حرب من الله و رسولی، به جنگ با الله و رسولش. از عبدالله بن عباس روایت صحیح است که یقال لآکل الربا، میگه گفته میشه برای خورنده سود در روز قیامت، یوم القیامت، چی گفته میشه؟ خذ سلاحک للحرب، بگی سلاحت بر جنگ. الله در روز قیامت میگه بیار سلاحت کتم جنگ، چرا سود خوردی؟ اینطور میشه. خب اعلان فأذنوا یکی آذنو است، یعنی خبر شوین به جنگ از جانب الله و رسول. دوم فأذنوا، یقین کنین به جنگ الله و رسولش. جنگ الله فعلا چیست؟ کافر میشکست سوده خورد و حلال گفت، رسولش شمشیر است، حکومت باشد سودخوره جزا می، سود نخو خورد خلاص گردنش میزنه. حالا خوب، حالا ببین، حالت ببین. و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگر شما توبه کردین از سود و ترک کردین سوده، فلکم، از برای شما، رؤوس اموالکم، رؤوس چی؟ اصل مالی است که شما را به مردم داده بودین، کم و زیاد نکنین، لا تظلمون، کم نکنین، ولا تظلمون، و از شما هم کم نشه. یعنی ما 1 لک برازو دادم، سودم 50,000 شد، 50,000 بان سودش نگی، فقط اصل پیسه را بگی کم نکنن، و او هم اصل پیسه را به تو بده. لا تظلمون، شما کم نکنین حق اونا را، ولا تظلمون، و سر شما هم ظلم حقتان کم نشه، شما هم اصل مال بگیرین و از اونا هم حقشان کم نکنین، اما حق خودش از سود هر چی کرد بر خودش بده دیگه، سودش نگیری. پس سود دیگه به می خاطر در این پیسه بانک ها که هست، این پیسه ماندن خوب کار نیست. چرا؟ اگر که سود خور نیست پیسه را که میمانی، تو سود نمیخوری، سود خور نیستی. کسی که پیسه خود در بانک مانده ما او را سود خور نمیگه، یکم تا پیسه شد در بانک مانده سود نمیگیره، فایده نمیگیره، اما تو مانده به خاطر حفاظت. مردم چی میگه؟ این سود خور است، چرا پیسهش در بانک است؟ این تو فتوا نتین. سود خور وقتی است که سودش بگیره، 1 لک مانده و سالانه 5,000 دلار میگیره از 1 لک دلار، این سود خور میشه. اما اگر اصل پیسه را مانده گناهگار است اگر که سود نمیگیره. چرا؟ به خاطر که این به می سودخوری همی بانک چی کرد؟ کمک. او از پیسه ما تو سود میخوره. و قرآن چی میگه؟ و تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون کنین به نیکی و تقوا. حدیث صحیح است، رسول الله میفرماید که لعن الله آکل الربا، لعنت کردگی الله از رحمت خود محروم کرده. آکل الربا گیرنده سوده، خورنده، و موکل و خوراننده به دیگه کس میخورانه، و کاتب و نویسنده، و شاهده کسی که شاهدی میکنه. کاتب هم کامپیوتر کار است، نه؟ نشته میکنه، یا ملعون است. شاهدی میته در بین سود و معامله سودی یا ملعونه. اینا لذی حدیث چی فهمیده شد؟ که کار کردن در بانک سودی هم یک مصیبت شد. زیرا اینجا که هست این معامله سودی است دیگه، تو شاهدی میتی میری معامله شاهد میشی. اینا مردم میگه خیلی کار بسیار سخت شد. خیلی چی کار کنیم مولوی صاحب؟
را به ما نشان بده. بدیلش چی است؟ شما میگن میشه مشکلات مطرح میکنیم، بدیل نمیگه. بدیل است. بدیل است. بدیل اسلام بیان کرده. چی است؟ خدا بفهمان دیگه. چی است؟ بانکار اسلامی جور کن. بدیلش بانک اسلامی. خب نمیکنه میگه نمیکنه نکن. کلتان بانکای سودی را اعلام بده، اگر اسلامی نشد بیا بگو. نمیشه. بدیل آسان شمی. یک بدیل دگام داره و یک کمی سخت است. و این کان ذو عسرة، اگر باشد امی شخصی که برش معامله قرض کردین، امی قرضدار، امی کسی قرضدار است، چی باشد؟ ذو عسرة، صاحب سختی، یعنی سختی که تنگ دست باشه، فقیر باشه، قرض برش داد 1 لک، پیسه تا نداره، یه چیز ندارم، پس شما چی کنین؟ فناظرتون، فعلیکم، به بالای شما لازم است الی میسره، تا این که او پیسه دار شود، سرمایه دار شود، زندگیش خوب شود. یعنی وقتش بتین تا وقت چی؟ یسر آسانی و پیسه داری. در زمان اینجا مراد به بالای فرهنگ جاهلیت است. در زمان جاهلیت ای تو گپ بود وقتی که یک کسی به کسی قرض میداد ماهانه سود میگرفت، الله او را منع کرد و گفت اصل مال بگیرین سود نه. حالا امیای لگه به کسی دادی پیسه اصل هم نداره، میگه ندارم، چی میکنی؟ الله میگه اگر امی قرضدار ذو عسره بود، یعنی تنگ دست بود، پول پیسه نداره، شما چی کنین؟ فناظرتون، فعلیکم، لازم است به بالای شما که انتظار بکشین، مهلت بتین او را الی میسره، تا این که پولدار شود، سرمایه دار، چیز پیسه پیدا کنه برتان بده، تا وقت آسانی را. اهل جاهلیت چی میگفت؟ وقتی که ما پورا میشد پیسه را نمیداد، میگفت یا میتی یا فایده زیاد کن، شما ایتو نکنین. الله میگه بانین و ان تصدقوا خیر لکم، اگر صدقه کنین همین قرض را، همین قرضی که است، بازی بهتر است بر شما، این کنتم تعلمون، اگر شما میفهمید. چی معنی؟ اکثر یک کسی 1 لک روپیه داری، این ماه میتم، این ماه او سال نشد، صاحب پیسه دار نشد، که نشد، پس الله میگه که اگر صدقه کنین همین قرض بسیار ثواب داره. ولی اگر یک کسی برای 1 ماه یک کسی را قرض داد، برای 1 ماه و این ندادش، بازی او برش وقت داد، دیگه ما در هر روزی که تیر میشه بر ازی ثواب میاد به کسی که بر ازی قرض داده. هر روزی که تیر میشه بسیار امی قرض حسنه دادن بسیار ثواب داره. در این باره چند حدیث براتون بگویم. یک حدیثی است که ابی امامه روایت میکند، امام طبرانی حدیث آورده، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله فرمود، من سره، کسی که خوشحال میشه، ان یذله الله یوم لا ظل الا ظله فلییسر علی معسر، اگر کسی میخواهد که الله ایرا در سایه خود قرار بده که در روز هیچ سایه نیست مگر سایه الله، روز قیامت سایه عرشش، فلییسر، آسانی کند، علی معسر، به یک کسی که تنگ دست است، فقیر است، قرضدارت است، آسانی کنه، بانا خیره تا که پیسه دار شد، او لیزع عنه، یا چی کنه؟ وضعی ببخشش، بیخیام و قرض برش ببخش. توجه شدین؟ این یک حدیث. کسی میخواد در سایه عرش الله باشد، یا این نفر از این قرضدار است، یا مهلتش بده، وقت بتش، یا که ببخشه، بیخی قرض ببخش، ثواب داره. یک حدیث. دوم حدیثی هم حدیث ای بود. دوم حدیثی است که سلیمان ابن بریده است، پدرش روایت میکند، یه حدیث امام احمد آورده، سمعت النبی صلی الله علیه وسلم، این میگه من از رسول الله شنیدم، یقول که میگفت، من انظر معسرا یا معسرا، کسی که مهلت بتد یا کسی را که تنگ دست است، فقیر است، قرضدار است ولی پول نداره، مهلتش بده، فله فی کل یوم مثل صدقه، سبحان الله، از برای ازی هر روز مثل این پول صدقه،
1,00,000 روپیه به کسی دادی، صبر میکنی در یک روز 1,00,000 صدقه میشه. اگر 10,000 به کسی قرض دادی، هر روز که تیر میشه 10,000 چی حساب میشه؟ صدقه. سبحان الله، چقدر درجه داره. یکم تو میگه فلانی قرضدارم است، هیچ بر من نداده، نمیته، او نداره، داره نمیته، گناهگار است، او را میگیری، ولی ندارم میگه ندارم و تو صبر میکنی. هر روز با اونمو اندازه که مال دادیش، گویا که هر روز صدقه کردی در راه الله. چقدر ثواب داره همین قرض دادن، نه به یک مسلمان. قال ثم سمعته، بعد میگه شنیدم یقول، میگم من انذر معسرا، کسی که به یک تندرس مهلت بده، فله بكل یوم مثلا صدقه، از برای از هر روز 2 چند صدقه، 2 چند همین پولش. در دیگر روایتی است. قلت میگه ما برش گفتم که سمعتو که ما از تو شنیدم یا رسول الله تقول، میگفتی من انذر معسرا، کسی که به یک تندرس مهلت بده انتظار بکشه، فله بكل یوم مثل صدقه، مثل ازی صدقه است، یعنی مثل همین مال. ثم سمعتو که باز ما شنیدم تقولو که تو میگفتی، پیامبر صلی الله میگه که من انذر معسرا فله بكل یوم مثلا صدقه، در هر روز 2 چند صدقه است. کدام؟ قال می رسول الله گفت له لكل یوم مثله صدقه قبل یحل الدین، از برای ازی که کسی قرض داده مثل صدقه است پیش ازی که وقت دین و قرض پوره شود. اما وقتی که پوره شد، فاذا حل الدین، وقتی که وقت قرض پوره شد، فانظره، مهلتش بتی، یا فانظره مهلتش بتا، فلو بكل یوم مثلا صدقه. سبحان الله، 2 چند صدقه میشه کنه. این رسول الله هم گفت که کسی را مهلت بتا 1 چند صدقه است. باز گفت 2 چند. بازی صحابی پرسان کرد که یا رسول الله یک بار 1 چند گفتی، دیگه بار 2 چند، کدام میشه؟ صحابه بسیار پشت صحابی میگشتن. با رسول الله هم گفت یک کسی به کسی قرض بده برای 6 ماه، تا اینکه وقت 6 ماه پوره شود، امی هر روز به اندازه مال صدقه شمار شده میره، صدقه ثوابه 1 چند مالش. زمانی که وقت قرض پوره شد، بعد از این برش وقت داشت، با 2 چند صدقه شمار میشه. این قرض دادن به کسی و انتظار کشیدن این ثواب داره. دیگه حدیث است که یا حدیث در صحیح مسلم است، محمد بن کعب قرظی میگه ان ابا قتاده کان له دین علی رجل، ابا قتاده صحابی یک دین داشت با بالای یک مردی، قرض داشت، و کان یاتی یتقاضا، و همی آدم میامد تقاضا میکرد که قرض مرا بده، قرض ما بده، فیختبئ منه، و همی قرضدار خود پنهان میکرد، نداشت، نه فوری که میدید پت میشد، خانه است نه. فجاء ذات یوم، یک روز میگه آمد در خانهش، فخرج سبیون، یک طفل بیرون شد. کجاست؟ طفل برآمد. فسأله عنه، سوالش کرد که کجاست قرضدار ما، نامم نفر کرد. فقال، گفت نعم هو فی البیت، و بلی در خانه است، یأکل میخوره، خزیرتن یک خوراک است. و گفت از در خانه؟ گفت بلی است. طفل آخر نمیفهمن، نه؟ شاید تو گفته باشدش کرد برو بگو نیستی، گفته باشه که پدرم میگه برو بگو نیست. فهمید سرش، فنادا و آوازش کرد بیا. فقال، گفت یا فلان، ای فلانی اخرج، یه حدیث سیده مسلمه، بیرون شو. فقط اخبرت انک ها هنا، گفت با من خبر داده شد تو میجا هستی، برای دیگه خدا پنهان کردن نمیتونی، در خانه هستی، برای قرض بده. فخرج الیه، این آدم بیرون شد، حالا گیر آمد دیگه که بیرون شد. فقال، برش گفت ما یغبیک عنی، چی چیز تو را غایب ساخت، چرا قواخ از ما پد بری نمیبرامدی؟ فقال، گفت انی معسرون یا معسرون، ما تنگ دست هستم، ما گفت چیز ندارم، ما پیسه ندارم، به این خواهد شرم پنهان میشم، ولیس عندی شیء، ما چیز ندارم. باز میگه این کسی قرض داده صحابی، قال، گفت که الله انک معسر، آیا قسم بخو به الله که تو معسر تنگ دست هستی، واقعا چیز نداری پیسه یا دروغ میگی؟ قال، گفت نعم، یعنی قسم است که ما پیسه ندارم، به می خاطر پنهان شده. این خب منظور است بیچاره. فبکا ابو قتاده، میگه ابو قتاده که به این قرض داده بود گریان،
واقعا تنگ دست، چرا گریان کرد؟ ثم قال، بعد از گریان گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول که میگفت من نفس عن غریمه او محى عنه كان في ظل العرش یوم القیامه. سبحان الله. کسی که دور بکند عن غریمه، از قرضدارش یک مشکلش حل کند، یعنی زود نطلبه، او محو عنه، یا محو کنه بیخی ببخشش، ببخشیدم، یا برش وقت بته، کان فی ظل العرش یوم القیامه، در روز قیامت در سایه عرش الله می باشه. سبحان الله. رواه مسلم فی صحیح، امام مسلم یا روایت کرد. خو آدم خدا پنهان کرد تا که پیداش کرد. بازی حدیث چرا برش گفت؟ یعنی که گفت مال ما بر تو وقت میده یا می بخشم، بته برای کسی قرض که دادید، هر روز که تیر میشه مثل زمین پیسه صدقه است بر یک آدم نیک میهنه. حالا کسی نمیته همین سود که هست، همین تو خرابی میکنه. بانک سودی که برآمد کسی میگه چرا با تو پیسه را قرض بتم در بانک نپرتم که چوچه نکنه و زیاد نشه. تو قرض خب من سود نمیتی، اینی خراب کرده مردم. قرض دادی هر روز تیر میشه، 1 لک قرض دادی 1 لک ثواب، 1 لک چقدر زیاد. باز وقتش که پوره شد نداد، 2 لک اگه 10,000 بود 20,000 برات میرسه روزانه ثوابش. حذیفه حدیث دیگر روایت میکند قال، یه حدیث اگر که دراز است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتي الله بعبد من عبيد يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قال 3 مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر ويسر على الموسر وأنظر معسرا. قال فيقول الله عز وجل أنا حق من ييسر أدخل الجنة. سبحان الله. أخرج البخاري ومسلم. امام بخاری مسلم حدیث دیگر آورده که ابن کثیر آورده گیست. میگه آورده میشه در روز قیامت به یک بنده مومن، یک بنده الله در روز قیامت آورده میشه. قال الله برش میگه ماذا عملت لی فی الدنیا، بخاطر ما در دنیا چی عمل کردی، چی کار نیک کردی؟ فقال ای آدم میگه ما عملت لك یا رب مثقال ذره فی الدنیا، هیچ یک ذره عمل نکردیم، یک ذره عمل نیکی نکردیم ما در دنیا. ارجوک بها، لیکن امید دارم ما که تو مرا ببخشی. عمل نیک نکردیم ولی امید دارم. 3 مرتبه ای را میگه عمل نیک نکردیم امید دارم. قال العبد ان آخرها، در آخرش باز الله برش میگه که چی کار کردی به خاطر ما. بازی میگه که اینتو چیزی نکردیم، باز میگه به خاطر ما چی کار کردی. الله برش میگه در آخر بازی بنده چی میگه؟ یا رب انک کنت قد اعطیتنی فضل مال، یا الله تو به من مال زیاد دادی و کنت رجلا ابایع الناس، ما به مردم خرید و فروش میکردم، تجارت میکردم. و کان من خلقی الجواز، اخلاق ما بود تیر شدن، یعنی کسی اگه نمیداشت تیر میشدم، پیسه را برش میدادم، اگه نمیداشت میبخشیدم. بتیم پیسه ما ندارم برو بخشیدیم. فکنتم میگه ما بودم جوازی که اخلاقم بخششویی بود. چی میکردم؟ ویسرو علی الموسر، با سرمایدار آسانی میگرفتم، و انظر الموسر و تنگ دستا مهلت میدادم پیسه ما بیار. قال میگه الله عیسی میگه که فیقول الله عز وجل، الله میگوید که انا احق من یسر، ما بسیار حقدار هستم که آسانی بیارم. تو سر بنده آسانی آوردی، ما هم آسانی میارم. ادخل الجنه، داخل شو در جنه، تو آسانی آورد. یعنی اسلام تنها یک بخشخانه است، نه هر بخش اسلام 3 بخش معاملات میکنی آسانی میاری. حتی در خرید و فروش تجارت و کسی قرضدارت است آسانی میاری، الله تو را جنت میبره. دیگه حدیث است امام بخاری، لفظ بخاری است که ابو هریره روایت کرده که قال از رسول الله صلی الله گفت کان تاجر یداین الناس، یک تاجر در امتای سابقه بود که معامله میکرد با امرای مردم، یک تاجر بود. و اذا را معسرا، وقتی که تنگ دست میدید
قال لفتیانه، میگفت برای خدمتگارای خود تجاوزوا عنه، تیر شوین. لعل الله یتجاوز عنا، شاید الله از ما تیر شود، از گناه ما. شما از قرض ازی تیر شوین. فتجاوز الله عنه، میگه الله از گناه ازی تیر شد. یعنی سرمایه دارا حالی که میری قرض نمیتنی، مردم میگه عروسی دارم، این مشکل دارم، اون مشکل دارم، هیچ. سرمایه دار قرض بده، همین تو نیکی کنه. اگر او آدم فقیر داشت میتا یا نداشت ببخشه، این الله این گناه ازی در روز قیامت عفو میکنه و این در جنت اولا میبره، این در جهنم نمیبرش. سعی کن این کارم، این ثوابا را سعی کن. دیگه حدیث صحیح الاسناد است که سهل ابن حنیف روایت میکنه، حاکم در مستدرکش، که ان سهلا حدثه، سهل میگه از این حدیث بیان کردن رسول الله صلی الله علیه و قال و مسلم گفت من اعان مجاهدا فی سبیل الله، کسی کمک کنه یک مجاهد که در راه الله جهاد میکنه، او غازیان یا غازی را که غزا میکند این را کمک کنه، او غارما یا قرضدار فی اسرتی در سختیش، مثلا پیسه بده یا ببخشش، او مکاتبا فی رقبت، یا مکاتب غلام است کار میکنه آزادش کنه، اظله الله فی ظله، الله ایره در سایه خود داخل میکند، یوم لا ظل الا ظل، و روز که سایه نیست مگر سایه عرش الله. صحیح الاسناد، سند صحیح است. یک حدیث دیگه هم صحیح است که اگر که امام احمد از عبدالله بن عمر است، قال رسول الله صلی الله علیه و رسول الله گفت من اراد ان تستجاب دعوته، کسی اراده میکنه دعایش قبول شود، و ان تکشف کربته، مصیبتایش دور شود، فلیفرج عن معسر، کسی که تنگ دست است برای از او فراخی بیاره، یعنی قرض نطلبت پیش وقتش بده یا ببخشش. حال یادم آمد که این نفر از من قرضدار است، حال یادم آمد که این نفر قرضدار است، چند بار گفتیم هم نداشتم، بسیار وقت شد، خیلی ثواب داشتم ولی گفتیم نداره، خیر است برو باشه. کم است، اگر که زیاد هم نیست، چند هزار است، چنگام تا دیگه هم بودم این قدرجه داشته، یعنی قرض دادن نی 10,000 20,000 قرض میتی، 30,000 50,000 هر روزی که تیر میشه مثل از صدقه برات میاد، ثواب میاد، پیسیت هم در جای خود. یعنی اگم تو پیسه خود در بانک میپرتنی، چرا در بانک میپرتنی؟ بانک هیچ دینی تو جای باشه که برات بیاد، ثوابش بیاد. نه و دیگه حدیث است که در این باره بسیار احادیث صحیح ابن کثیر تفسیرش خوبیش همیست که احادیث یه را جمع میکنند. پس همه قدر کفایت میکنه که ما شما باید چی کنیم؟ یعنی شما میشه در آینده سرمایه دار شوین، یا کسی میاد قرض داره چیز نداره، خب کمکش کنیم، این بسیار درجه داره. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا بترسین یوما، از روزی که ترجعون فیه الی الله، بازگشت میکنین شما در این روز به طرف الله، ثم توفى كل نفس، باز پورا داده میشه هر انسان ما کسبت، اما اعمالی را کسب کردگی جزای عملش، و هم لا یظلمون، و اینا ظلم نمیشن به بالایشان. واتقوا احذروا بترسین یوما، از روزی بترسین که ترجعون، زود است که شما بازگشت کنین، رجوع کنین، فیه در امو روز الی الله، به طرف الله، به طرف ربتان میرین. او کدام روز است؟ روز قیامت. یعنی از روز قیامت بترسین. چه معنی؟ در دنیا عمل کنین تا که اونجا حساب برتان آسان شود، نافرمانی الله را نکن. در اینجا تخویف از عذاب آخرت، عمل بکنین، یاد بگیرین اسلام، عمل بکنین، قرآن یاد بگیرین. ثم توفا، و در اون روز که پیش الله رفتین پورا داده میشه، هر انسان پورا داده میشه ما کسبت، جزای و اعمال را کسب کرده، بد کرده بد، خوب کرده خوب، و هم لا یظلمون، با بالای مردم ظلم نمیشه. ظلم نمیشه. ظلم چی؟ یعنی ثوابش کم نمیشه، یا اگه گناه نکرده جزا داده نمیشه. ظلم میدیم، گناه نکرده جزا داده نمیشه، کار خیر انجام داده ثوابش کم نمیشه، پورا جزای عملش ثوابش داده میشه.
اجرش، پاداشش، نعمتها. آیت جامعی است که آخری آیت از عبدالله ابن عباس میگه به نزول ازی میگه وحی قطع شد. این آخری آیت است. آخری آیت، آخری سورت سورت نصر است. اذا جاء نصر الله من حیث سوره. آخری آیت قرآن کدام است؟ این می آیت. بعد از این دیگه آیت نازل نشده. رسول الله ابن کثیر میگه که قد عاش النبی بعد نزول 9 لیال. 9 روز میگه رسول الله زندگی داشت. ثم انتقل الى الرفیق الاعلى. بعد به طرف رفیق اعلی در جماعت بلند به طرف الله رفت. بعد میگه 25 روز، بعد میگه 5 روز. این آخری آیت بود. آخری آیت این بود قیامت یادتان نره. دوباره زنده شدن. بر از او توجه کنید.